خوش اومدین به چنل سلام علیکم به برابکس خفن یوتیوب. خیلی خوش اومدین به چنل و یه ویدیو یوتیوب باحال داریم. قرار بریم یه سری غذای عجیب و غریب چینی. ببین کره‌ای نه، کره‌ای همه تست کردن. Chinese. Yeah. You know what? Yeah. And we waiting for Ferial and Ferial is not coming and دیگه به انگلیسی تموم شد. سابسکرایب کنین. آره ما بذارین استایلمون رو بهتون نشون بدیم تا فریال برسه. خیلی چاینیه نه؟ اوکی. چاینیز نیست چاینیز آیا؟ برنامه چه قراره؟ من این کوفته قلقلیایی چیزا دیدی؟ کارتون پاده کوفکار فقط اینجا داره و فقط هم میگن اینجا خوشمزه است و ما در اصل اومدیم که اونو تست کنیم ببینیم که واقعا چجوریه. یه چیز دیگه هم قرار تست کنیم، اردک شکمپر. آره اردک شکمپر البته اگه تمام نشده باشه، امیدواریم که تمام نشده باشه چون مثل که خیلی معروفه. و در نهایت بریم ببینیم که چه سیستایی قراره به خوردمون بدن. نه کرم هم داره فکر کنم. نه با ما همراه باش. این شما برای رستوران شاندرمن. بریم تو ببینم چه خبره. یا بیاید تو. خسته نباشین. فعلا اینجا داشته باشین. بریم بالا، فضای بالا رو ببینیم. اینجا نورش خوب باشه. آره و خیلی تست باحالیه. این همون چیزی که توی پاندای کار بود. آره اسمش چیه؟ دامپلینگ. توش چی داره؟ گوشت و سبزی. خب فکر کنم خیلی باحال باشه برای تستم. آره خب خیلی خوبه. اینا دو نوعشه، یکی بخارپزه یه دونه آبپز. این منوشون منویی که ذائقه ایرانی است. خب میدونم طعمی اینه. نون مخصوص داره، سس مخصوص داره، خیار و هویج و پیاز جعفری هم کنارش هست. خیلی عالی. بعد سس مخصوص داره که شکلش شبیه سمنوه ولی خیلی خوش‌طعمه. سس مخصوص چینی. مثل سس سویا میمونه یعنی. طعمش تقریبا اونجوریه. بله. خیلی عالی. پس فکر کنم باحال‌ترین آیتمی که ما میتونیم باهاش پستر بگیریم این باشه. دامپلینگ. بله. سنجاق ماهی داریم، آبلت هم موجوده. این چه جوری ذائقه‌ای؟ زوم کن ببینم. خوشمزه. حالت سفره شده است. سس کچاپ و سس. بکنم باحال. خب خیلی هم عالی. آره فکر کنم اینا باحال باشه. زین ما خوشبختم. مرسی از رستوران بامزه‌تون. خیلی فکر کنم وایب باحال داشته باشه. مشتریای ایرانی میان که روی این سمت خودشون. خیلی هم این چیه دقیقاً؟ مارماهیه. شما خودتون چند تا پیشنهاد داشتین؟ چیا رو می‌خواستین بگین؟ من یکی بادمجون طعم داره، یکی که بادمجون سفره شده است ولی حالت شیرین و با فلفل دلمه است. یکم راسپیف گوساله است. گوشت گوساله به صورت خلنی شده سفره میشه بعد با فلفل کدوم؟ دومی؟ آره من بادمجون دوست ندارم. آره به هم نشون بدین که عالی میشه. اینو بدم این. من بده. ببینید کی اومده. چه خانم زیبایی. واقعا برای خودم متاسفم. بهش نگو مزاحم. چونش نگو دیگه یادش ننداز. بچه امشب سالگردمونه. سلام زیبای من. بفرمایید. چندش. سلام نکن. بفرمایید. باشه. خوش کرد بهش گفتم لاغر شدی. اگه احساس میکنی لاغر شده داری یکو کامنت کنی. آره؟ نمیدونم. خاطرشون اساس سرم باش کن. نه لاغر شدی. یه قاب زیبا. بذارین چند تا عکس بگیریم بچه‌ها. بچه یه دونه برامون
بادوم شیرین آوردن. چای واسه تو. اینو فعلا برامون آوردن بادوم شیرینش هم تست کن ببین چجوریه. دوست داری؟ من چیز شیرین آقا تست کنید. دوستان اصلا بیزو. ولی من ترجیح میدم که چای بخورم. ففری سوشی میخواد. عشق سوشی منم. عشق ما هنوز بقیه چیزا رو امتحان نکردیم. چون بقیه چیزا رو امتحان نکردم پس تا اینجا. یوتیوب که جدا بچه‌ها میذارن من جدا میذارم. دای کوکار افسانه های شیفو. چای امشب سال چون همیشه واسهش روز میگرفتم ترجیح دادم که این سری آفتابگردون بگیرم. من امیدوارم خیلی خوشگل شه و دوست داشته باشه چون واقعا اولین باره که دارم آفتابگردون میگیرم. بزرگا میخوام ولی داره از اون ریزا جمع میکنه. میگه خودم برات خوشگل جمع میکنه. عشقم اگه بد شد این آقا نذاشت وگرنه من اینا رو انتخاب کردم این بزرگا رو. نه بابا این چه حرفیه. اینجای کار این شکلی شده. امیدوارم خروجی کار خیلی زیبا باشه چون تا آفتابگردون نگرفتم من خیلی استرس دارم ولی امیدوارم خوب باشه. بالاخره گل آماده شد. حتما نظرتون تو کامنت ها بگید. اصلا خوشگل شد. جان نظرتون در مورد گل فروشی نظرتون در مورد گل فروشی بگید. کار خوبی جمع کردن ولی خیلی خوشگل. بگیم به اون خانومه که یا بعد از غذا یا قبلش زحمت بکشن با کیک بیارن اینا. بیچاره شدم الان ففه میفهمه چون غذا رسیده و من هنوز اینجا. زده من امیدوارم از غذاها نخورده باشم. این چیه؟ سنجاب ماهی. این سنجاب ماهیه؟ روسپیفه سفره. تست کردین؟ تست کردین؟ کردیم نبود. خدایی خوب بود نه؟ به نظر من خوش آمد. سنجاب ماهی است. سنجاب ماهی با سس کچاپ ماهی با سس کچاپ فکر می‌کردم خوشمزه بشه ولی شد. ولی واقعا خوشمزه شد. آره عالی شد. دوست داشتم. خیلی کردی. آره عالی. با اجازه من چه جالب الان دارین توی یوتیوب پست اینستا رو میبینید. دیگه چی میخواین؟ تست غذای چینی پارت 2 و چیزای جدید. این چیه؟ اردک. اردک رسیده. امیدوارم اردک که خوشمزه بشه. این چیه؟ اون نون مخصوصشه. دستازه. اونم اردک هست که باید با اینا قاشیش کنیم و با نون بخوریم آره؟ من دارم از گشنگی میمیرم و عاشق اینا شدم و اینا هنوز دارم ویدیو میگیرم. نمیذارم بخورم. ببین یه دسر زیبا که میگوها آبپزن. آبپزه پخته است. این هم از خیلی ممنون. فقط چیز بود من گشتم بله همون اوکی بودیم شما اوکی بودید بگید باشه اشکام نظر راجب این چیه؟ اینو نخوردم من این با دامبلینگ هرکس شد دامبلینگ چون آقای اومدن گفتن که تستش یه شکل دیگه است بچه ها میخوان اون رو امتحان کنن. خوردن آداب داره. اولش اینه که ناکن نمونش 7 از 10
نمیچرخیدم. نه باحال بود ولی مثلا این حقشه که واقعا وایرال شه. الان باید اردکم اونو بزن تو صورتش. آها به خدا همینه. دهنتو قشنگ واسه. یا ابا سس بخور سس بخور. تستش این شکله. آره تست اصلیش این شکلیه. خفه شد. چطوره؟ سازش تونده. همش نون بودش کم. سازش تونده. منم دوتایی دیگه هم خیاره دیگه چه تستی میخواید تو خیار انجام بدی؟ همش مثلا نون. وقتی ذهنت فقیره کنار گوشت اردک باز هم خیار میخوری با پیاز. این واقعا بچه یوتیوب میگم این واقعا باید به عنوان مزه کنار جنگل بازیتون باشه. من به دست اول همشون رو بردم. این خوب بود. نظر بود. من اول این بعد این بعد این. اوکی. اول این بعد این. آره. یا فکر کنم وقتی که داره غذا پانو کنیم فار بیاد تو بگی ابوالفضل. یا ابوالفضل. من اصلا به خاطر این اومده بودم اینجا. مرسی. واقعا شبیه کارتون است. حالا میتونی اینو بخوری. این کل غذا همون بود. آره ادایی زیاد دیگه. بریم 3-2. اونو دوست دارم امتحان کنم و اینو که امتحان نکردم میخوام بخورم گشتمه. من فقط به خاطر این اومدم توی رستوران یعنی واقعا شبیه کارتون. افسانه های تو. من هیچ وقت نمیتونم با چاپستیک کنار بیام. برای ما فقط میتونیم توش که بتونیم راحت تو که کاملا منتظری. من خیلی شبیه ذوق دارم. سالگرد مبارک وسط تست سالگرد مبارک. من خواهم یه تعالیم سالگردم. تو میدونی که سالگردم بچه اینم از هفتم سالگردم چقدر داشتم استرس میکشیدم. واقعا ممنونم از رسانه اینجا خیلی کمکم کردن. اصلا انتظار اینجا رو نداشتم. با هم فوت کنیم. مبارکه. مرسی از تو. سال مگه میشه اصلا رابطه 7 ساله ما داریم؟ من نیدم والا. خب چرا نمیدونیش پس 7 سال گذشته؟ بچه ها مرسی که تا اینجا بدن. من حال ادامه دادن ندارم. چه استرسم چه قلبم داره تو میزنه. خیلی خوشمزه. من واقعا دوستش دارم. میدونی مثلا خندش باید یه ذره بیشتر می‌بود. دوست دارم. انرژی زنانه دوستم. چطور بود عشق من سورپرایزت؟ خیلی زیاد سورپرایز شدم آخه. چرا؟ انتظارش رو نداشتم مثلا. یعنی زیادی سورپرایز شدی؟ چیکار کنیم؟ خوشگل‌تر کنم. خوشگل‌تر؟ به این زیبایی دیگه چقدر خوشگل‌تر؟ تا کجا خوشگل‌تر؟ بچه 7 سال سالگرد ما ویلا. ویلا دعوتشون همه ویلا. ما چند ساله؟ ما به همین ساله. اولین بار برام گل ما 1 سال آفتاب تفاوت داریم. اجازه بدین؟ بله درسته فریال جان چون گل آفتاب گرد معنی زندگی میدم. رفتی زمان پایینش گشتی؟ نه اونجا اون آقای بهم گفت. اولین بار برام گل آفتاب گرد گیتار نداشتم حتی تو گل فروشی هم گفتم واقعا اولین باره که میخوام گل آفتاب گردون بگیرم من نمیدونم که دوست داره یا دوست نداره. خوشگلم. هست دوست داره. خوشگلم. مثلا اینجاش که دستاشم گله. از سالگرد تست یه دسر زهرماری. بفرمایید. بخور. نه حالا بخور. نه بخور. به خدا خیلی شیرینه بخور. خوشمزه. وای خب جیل بگیرن این معده رو. چجوری همه چی دوست داری؟
طبیعیه همه چی دوست دارم به جز تو گفتم که خیلی سیرم من یا اول پس زشته خیلی برای سوال پیش اومده که سریا چرا لاغر نمیشه دلیلش پنجره ها وا شد چی همسایه ها اینم که سالگرد ما خیلی خفن تر از این است 2 1 به افتخار آخرین سالگردتون بچه من دوگه دعا ریختم کیکمونم بخوریم و رفع زحمت کنیم اختیار دارین سابسکرایب کردی تا اینجا به نگاه میکنیم حتما چنلمون ساب کنید کامنت انگلیسی زنگوله لایک و منتظر اتای خفنتون هستیم ممنونم که تا اینجا ولاگ همراهمون بودید من و شکیب بیشتر به هم میایم عدد 1 رو کامنت کنیم اگر این خانم چه بود اسمش یادم نمیاد خانم نیکفر با ایشون به هم میان عدد 2 رو کامنت کنین حالا من کامنت ها رو خودم میام نگاه میکنم دیگه خودم میام با چند تا دو میذارم با پیج فیک ها یکو بذارید خدافظ دوستتون دارم